بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. این شعار حج است، شعاری که در هنگام حج بیت الله الحرام و در هنگام عمره و طواف به اطراف کعبه مشرفه همه حجاج بیت الله الحرام از هر دینی، از هر مذهبی و از هر گروهی، فرقه‌ای و فکری که باشند، در اطراف کعبه مشرفه شعار تنها لبیک است. لبیک لا شریک لک لبیک. شعار زیبایی که در حج مسلمانان این شعار را سر می‌دهند. این شعار در حقیقت تجدید بیعت و پیمان با الله سبحانه و تعالی است. لبیک یعنی چی؟ لبیک یعنی پروردگارا تنها به خدمت تو حاضرم، پروردگارا تنها تو را میپرستم، پروردگارا تنها به ندای تو لبیک میگویم. لبیک حمد است، ثنا است، ستایش الله سبحانه و تعالی، ستایش ذاتی که لایق عبادت است، لایق پرستش است، لایق همه ستایش ها و بندگی ها و عبودیت هاست. ذاتی که ما را خلق کرده، ذاتی که همه این نعمت های گوناگونی که در این دنیا استفاده می کنیم رو تنها الله سبحانه و تعالی به وجود آورده و به ما رزق و روزی داده است. در لابلای این شعار توحیدی حکمت‌ها و درس‌ها و عبرت‌های فراوانی نهفته است. لبیک یعنی اخلاص. اخلاص یکی از مهمترین رکن‌ها و اساس قبولی همه عبادت هاست. هر عمل انسان بستگی دارد به نیت انسان. اگر نیتتان خالص و برای الله سبحانه و تعالی باشد، این عبادت یک عبادت خالصانه است و این عبادت به درگاه الله سبحانه و تعالی قبول می شود. اخلاص در عبادت یکی از ارکان مهم قبولی عبادت است. اگر در عبادتی اخلاص نباشد، اخلاص به معنی که این عبادت رو فقط و فقط برای الله سبحانه و تعالی انجام ندهیم و در آن ولو به اندازه 1,000,000% هم انسان غیر الله سبحانه و تعالی رو در نظر بگیرد، در آن هنگام این عبادت یک عبادت واقعی و قابل قبول در نزد الله سبحانه و تعالی محسوب نمی گردد. لبیک همونطوری که اخلاص است، اخلاص به درگاه الله سبحانه و تعالی اجابت است، اجابت دعوت پیامبری که اساس گذار توحید و یکتاپرستی در کعبه مشرفه و در بیت الله الحرام بود. پیامبری که با او میگن ابوالانبیا، پدر پیامبران، چون پیامبران زیادی و پیامبران بزرگ و اولوالعزمی از نسل این پیامبر بزرگ در جامعه بشری الله سبحانه و تعالی فرستاد، مانند موسی علیه السلام، مانند عیسی علیه السلام و یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام و محمد مصطفی سید و سردار انبیا. همه اینها به تعداد زیادی از انبیا و رسول دیگر، همه اینها از نسل کی هستند؟ از نسل بنیانگذار توحید و یکتاپرستی در مکه مکرمه و از نسل پیامبر بتشکنی که هم بت‌های هوا و هوس درونی انسانها را شکست با دعوتش و هم بت‌هایی رو که به عنوان معبودان پرستش میشد، چه در دربار نمرود چه در بین قومش، آن بت‌ها را شکست و توحید و یکتاپرستی به معنی واقعی رو در بین جوامع بشری بنیان نهاد. این لبیک اجابت دعوت ابراهیم علیه السلام است، اجابت دعوت توحید است، دعوتگری که انسانها رو فراخوان به سوی چی؟ به سوی یکتاپرستی، به سوی اینکه این بت‌هایی که شما من دون الله آنها رو پرستش می‌کنید، اینها مالک هیچ نفع و ضرری نیستند. این بت‌ها شایسته عبادت نیستند. شایسته عبادت فقط ذاتی است که
شما را خلق کرده است. لبیک یعنی اظهار عجز و ذلت و خواری در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. یک بنده مؤمن، یک بنده مسلمان آزاد است، آزاد از قید و بند عبادت غیر الله سبحانه و تعالی. یک بنده مؤمن سر تعظیم، سر ذلت، سر خواری فقط به درگاه یک ذات اقدس الهی فرو میبرد و غیر از الله سبحانه و تعالی سر تعظیم برای هیچ کسی دیگری خم نمی کند. آنکه شایسته تعظیم است، آنکه شایسته عبادت است، آنکه شایسته این است که تو فقط باید ندای او را لبیک بگویی، در پیشگاه او سر خود را خم بکنی، در پیشگاه او سجده بکنی، او را عبادت کنی، او را به یگانگی بپرستی، با او کسی را شریک نسازی، چون که مالک و رازق و همه صاحب اختیار دنیا فقط ذات اقدس الله سبحانه و تعالی است. این تلبیه یا این شعار حج که ما سر میدهیم که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، این یعنی چی؟ اظهار عجز در پیشگاه خالق یکتا و توانایی که ما رو خلق کرده است. هر هنگامی که میخوایم از یک رکنی به رکن دیگر حج منتقل شویم، هر هنگامی که بخوایم عمل جدیدی رو در ضمن مراسم حج انجام بدهیم، او رو با لبیک شروع میکنیم. لبیک در همه عباداتی که در هنگام حج صورت میگیرد یک تجدید پیمان است، یک سرآغاز نوین است، یک عهد و پیمان است با خالق یکتا که پروردگارا من به خدمت تو حاضرم، پروردگارا من عبادتم را خالصانه برای تو انجام میدم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نسکی در اینجا وقتی که ذکر می شود، اکثر علما و مفسرین میگن در اینجا کلمه نسک به معنی افعال و اعمال و نسکی است که ما در حج انجام میدهیم، چون این حج یک تولد دوباره است. همانطوری که میدانید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که حج بکنه و در حج خود حرف زشت نگه، گناه نکنه، فسق و فجور انجام نده، این انسان مانند این است که تازه از مادر خود متولد شده است. یعنی چی؟ ما با این کلمات، ما با این عهد و پیمان، ما با این لبیک دوباره از سر مانند روز ازل که این عهد و پیمان را الله متعال از ما گرفت که الست بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه بشریت حتی کفاری که امروز در دنیا زندگی می کنند در آن روز شهادت دادند که بله ای پروردگار، تو خالق ما هستی، تو رازق ما هستی، تو همه چیز هستی برای ما. اما این که در دنیا انسان‌ها گمراه می‌شوند، انسان‌ها به دنبال شهوات و به دنبال شبهات می‌روند، نیاز بر این است که یک تجدید پیمان شود، نیاز بر این است که دوباره آن تعهدی که انسان داده بود به خاطر انسان بیاید. حج یعنی این، حج یعنی یک تجدید پیمان توحید و یکتاپرستی که انسان‌ها انجام میدن و به پروردگار خودشان میگویند که پروردگارا، زندگی را رها کردم، زن و فرزندم را رها کردم، مال و داراییم را رها کردم، ثروتم را، خانه هم را، ماشینم را، هر چی که در این دنیا از مادیات داشتم همه را رها کردم، با دو تیکه پارچه سفیدی که در او هیچ داغ و لکه‌ای نیست، دو تیکه پارچه‌ای که با همین دو تیکه پارچه ما از این دنیا رحلت می‌کنیم. آنم که نصیب بعضیا شود یا نشود. میگن که سرمایه عمرت به جهان یک کفن است، آنم به گمان است که ببری یا نبری. با همین دو تیکه پارچه یک کفن که ما در حالتی که زنده هستیم میپوشیم و به پیشگاه خداوند متعال، پروردگار عزیز و حکیم و رزاق و کریم حاضر میشیم، میگیم یا الله همه چیز رو در دنیا رها کردیم، هرچی از مادیات بود، هرچی از شهوات بود، هرچی از زیبایی ها و نعمت هایی که در این دنیا داشتیم همه رو رها کردیم، دل کندیم. این خود دل کندن از دنیا این قدرت میخواهد، این دل کندن از دنیا ایمان میخواهد. هر کس نمیتواند این کار رو بکند.
آیا امکان دارد کسی همه مال و دارایی و زندگی خودش را رها بکند و به خاطر یک چیز دیگری، آن هم با دست خالی، بدون هیچ چیزی از اموال دنیا به آنجا برود؟ غیر از خانه الله سبحانه و تعالی، غیر از مکه مکرمه، غیر از مشاعر مقدسه، غیر از مینا و عرفات، چه جایی این ویژگی را دارد که ما به خاطر الله سبحانه و تعالی از همه چیز خود بگذریم؟ میگیم پروردگارا لبیک اللهم لبیک، همه چیز را رها کردیم، الان آمدیم همان گونه که در روز ازل تو ما را خلق کرده بودی. هیچی از دنیا با ما نیست، نه نزدیکانمان، نه فرزندانمان، نه همسرانمان، نه مال و داراییمان، هیچی از دنیا. دست خالی آمدیم. پروردگارا آمدیم که با تو تجدید بیعت بکنیم. پروردگارا لبیک اللهم لبیک، پروردگارا به خدمت تو حاضریم. به خدمت حاضریم که چی کار بکنیم؟ تجدید بیعت بکنیم. بیعت ما با الله چی بود؟ لا شریک لک لبیک، هیچ شریکی تو نداری، یکتایی، بیمانندی، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا همه ملک از توست. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، حمد از آن توست، ستایش از آن توست. این حمد، این ستایش، این تجدید عهد و پیمانی است با کسی که شایسته این حمد است. ما هر روز در 5 وقت نماز در هر رکعت این عهد و پیمان را می کنیم، هر روز در هر نماز و در هر رکعت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حمد، ثنا، ستایش، شکرگزاری فقط و فقط شایسته کیست؟ شایسته ذات اقدس الله سبحانه و تعالی است. لک الحمد لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک. همه نعمت ها از طرف کی است؟ از طرف تو است یا الله. همه نعمت ها را تو به ما دادی، پس لایق شکرگزاری این نعمت ها فقط تو هستی. لایق سپاس و ثنا و ستایش فقط تو هستی. ملک هم از آن توست، پادشاهی هم از آن توست، صاحب اختیار همه دنیا تو هستی. لمن الملک اليوم، ملک و پادشاهی و قدرت لایتناهی زمین و آسمان و همه کائنات به دست کی است؟ به دست الله الواحد القهار، به دست الله سبحانه و تعالی است. پس میگیم پروردگارا ما با اخلاص به خدمت تو حاضریم که تجدید پیمان بکنیم که تو یکتایی، تو تنهایی، غیر از تو شایسته عبادت کسی نیست، تو شریکی نداری. در امور اداره کائنات هیچ کس از بشر، حتی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جمیع انبیا، همه امامان، اولیا، اوصیا، هیچ کسی در این قدرت تو، در این اختیار تو با تو شریک نیست. حمد و سپاس و ستایش هم شایسته توست. همه نعمت ها و همه آنچه که به ما عطا کردی همه از طرف توست. ملک و پادشاهی هم از آن توست. این همان دینی است، این همان ملتی است، این همان عقیده است که همه انبیا علیهم السلام از زمان آدم تا خاتم علیهم صلوات و السلام به سوی آن دعوت کردند. دعوت همه آنها چی بود؟ دعوت همه آنها این بود که الله سبحانه و تعالی را بپرستید و غیر از او به کسی دیگری صفات الله سبحانه و تعالی را قرار ندهید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که بزرگترین و بهترین کلماتی را که من و همه انبیا قبل از من گفتن، لا اله الا الله، اساس ایمان، رکن ایمان، رکن اسلام، رکن دین، رکن رسالت انبیای الهی. لا اله الا الله، هیچ معبودی بر حق
غیر از الله سبحانه و تعالی وجود ندارد. وحده، یکتاست، تنهاست. لا شریک له، هیچ کس شریک و مثل مانند او نیست. له الملک، پادشاهی از آن اوست. اختیار همه دنیا از آن اوست. همه پادشاهان قدرتمند، همه زورگویان، همه دیکتاتورها، الله بگه که مریض شو مریض میشه، الله بگه که دست و پاش فلج بشه فلج میشه. پس این پادشاهی و قدرتی که در این دنیا پادشاهان دنیوی دارند، اینها در مقابل عظمت و قدرت الله سبحانه و تعالی چیزی نیست. پس ما به این شهادت میدیم و این یکی از بزرگترین و بهترین دعایی است که انسان میتواند این رو در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بکند و از الله سبحانه و تعالی توفیق و از الله سبحانه و تعالی رزق و روزی و کامیابی و فلاح و رستگاری و گشایش مشکلات خود را بخواهد. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این دعا دعای همه انبیا بود، این دعا دعای همه پیامبران بود، این ذکر همه رسولان و انبیای الهی بود که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی این دعا را می‌کردند در خلوت خود، در عبادت‌های خود. و این دعا دقیقاً در شعار حج نهفته است. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. و با دادن این شعار مقدس ما چیکار میکنیم؟ هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه، در هر گوشه ای از مشاعر مقدسه که هستیم با الله سبحانه و تعالی تجدید عهد و پیمان میکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران بیان میکند که این شعار و این عهد و پیمانی است که همه اهل علم و دانش، همه فرشتگان الهی هم همین شعار را و همین تجدید عهد و پیمان را هر لحظه و هر ثانیه با الله سبحانه و تعالی انجام میدن. در سوره آل عمران آیه 18 میفرماید که شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. لا اله الا هو العزیز الحکیم. این الله سبحانه و تعالی است که دادگری است استوار. فرشتگان و عالمان راستین گواهی میدهند که معبودی بر حق جز او نیست و اوست که پیروزمند فرزانه است. پروردگاری است که پیروزمند فرزانه است. غیر از او هیچ کس لایق پرستش و عبادت نیست. لبیک خلاصه قرآن است. لبیک خلاصه سوره حمد است. لبیک اساس و رکن دین مبین اسلام است. وقتی که شما همه عبادت ها رو انجام بدهید، همه ارکان رو انجام بدهید، اما الله سبحانه و تعالی رو به تنهایی و به یگانگی نپرستید، همه عبادت ها رو انجام بدهید اما به الله سبحانه و تعالی شریک بیارید، آیا این عبادت های شما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی پذیرفته می شود؟ نه خیر، پذیرفته نمی شود. چون شرط اساسی این است که شما باید شهادت بدهید به وحدانیت الله سبحانه و تعالی و به رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بر این که هیچ کس مانند الله سبحانه و تعالی نیست، هیچ کس شایسته عبادت غیر از الله سبحانه و تعالی نمی باشد. از لحظه ای که ما احرام می بندیم این شعار شروع می شود و این تجدید عهد پیمان و این تلقین بر توحید و یکتاپرستی همراه ما هست تا اینکه ما از مدرسه بزرگ حج فارغ می شویم، تا اینکه ما اگر حج خود را طبق اصول و ضوابطی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر فرمودند انجام داده باشیم، روزی که مراسم حج تمام می شود چنان به این دنیا قدم می گذاریم مانند روز اولی که از مادر به دنیا آمدیم. گناهی نکردیم،
اشتباهی انجام ندادیم، هیچ عمل خلاف فرمان و دستور الله سبحانه و تعالی از ما سر نزده است. پس چه زیباست که بعد از این تجدید عهد و پیمان، بعد از این که از این مدرسه با دیپلم و با شهادتنامه کامیابی با درجه ممتاز فارغ شدیم، این وضعیت را حفظ بکنیم. نشه که دوباره برگردیم به طرف دنیا، نشه که دوباره برگردیم به طرف مادیات، نشه که دوباره برگردیم به طرف شهوات، نشه که اون عهد و پیمان خودمان را فراموش کردیم. اما اگر گاهی هم شیطان ما رو وسوسه کرد، گاهی هم اگر فریب خوردیم، زود به یاد بیاریم که در سرزمین منا گفته بودیم که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. به یادمون بیاریم که در سرزمین منا با خدای خودمون عهد و پیمان بسته بودیم که همه ملک و پادشاهی و نعمتها و همه چیز در دست تو است. خودمون رو به یاد بیاریم که پاک کرده بودیم اونجا، روحمان را، روانمان را شسته بودیم. چطور دوباره برگردیم به طرف دنیا؟ این به این معنی نیست که شما مثلا در وقتی که زندگی میکنید در این دنیا به طرف لذت‌های دنیا نرید، از نعمت‌هایی که الله متعال داده استفاده نکنید. منظور این نیست. منظور این است که انسان در هر حالتی فراموش نکنه که ذات اقدسی وجود داره که تو رو داره کنترل میکنه، تو رو داره همه اعمال تو مینویسه، تو رو داره در همه لحظات زندگیت همراهی میکنه. آیا اگر ما این تصور رو در خودمون ایجاد بکنیم که خالق ما، رازق ما داره در هر حالت داره ما رو میبینه، آیا مرتکب گناه و معصیت میشیم؟ نمیشیم. اگر از نعمتهای دنیا استفاده میکنی شکرگزار باش. اگر شیطان وسوسه کرد به طرف شهوات و شبهات دنیا رفتی، به طرف مادیات رفتی، از یاد خدا غافل شدی، این تعهدت رو به یاد داشته باش. به خاطر همین میگن حج مدرسه است، مدرسه‌ای که انسان در اونجا خیلی چیزا رو یاد میگیره. خیلی از مسائلی رو که انسان شاید تا 40 سال 50 سال، حالا عادتا مسلمان ها در اواخر عمرشون حج میکنن، اما چه زیباست که این حج و این تجدید عهد و پیمان در جوانی باشه، در وقتی که باشه که انسان بتونه بر عهد و پیمان خودش استوار باشه، در وقتی که انسان قدرت و استطاعت عبادات رو داشته باشه. طبیعتا وقتی که انسان پیر شد، حالا در خیلی از کشورها عادت بر این است که طرف 60 سال گناه میکنه، بعد میگه حالا یک حجی میرم و پاک میشه همه چیز. اما خدا رو که نمیشه فریب داد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو این نیتت باشه، اولا از کجا معلوم که تو به 60 سالگی برسی؟ چه بسیارن جوانایی که در عمر جوانی مردن، تصادف کردن، هم بیمار شدن، مردن، فرصت توبه پیدا نکردن. ثانیاً خداوند از دلت خبر هست. این نیت فریبکاری است که انه میخواد خدا رو فریب بده که بله من 60 سال گناه میکنم، بعد میرم آخر عمر توبه میکنم و خدا همه گناهان من رو میبخشه. این فریبکاری است. به سال ساده به شما بدم، مثلا در جایی کار میکنید، بگید که من 29 روز کار نمی کنم، اما یک روز آخر کار میکنم چون در تاریخ 29 قراره که به ما حقوق بدن، یا در تاریخ 30 میخوان به ما حقوق بدن، اون یک روز رو کار میکنم. آیا صاحب کار شما قبول میکنه از شما؟ میگه نه خیر، اینو از حقوقش 28 روزو کم بکنید، حقوق یک روزو بهش بدید. انسان هایی که در آخر عمر میخوان خدا رو فریب بدن، یک عمر گناه میکنن عمدن، نیتشون هم این است که بعد آخر برن پاک بشن. نه خیر، اینطوری نیست. خدا رو نمیشه فریب داد. الله سبحانه و تعالی از این مکر و حیله انسان ها باخبر است، چون او از درون ما باخبر است. پس بیایید، اگر که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو نصیبتان کرده که حج کردید یا حج میکنید یا
امسال در مراسم حج هستید، این تجدید عهد و پیمان رو با پروردگارتان بکنید و اگر نکردید و این فرصت برای شما میسر نیست، هر روز الله سبحانه و تعالی در نمازها، در اوقات مفضل، در صبح، در شام، در هنگام خواب، در هنگام بیدار شدن از خواب، در سجده ها، این فرصت رو میسر کرده که ما تجدید عهد و پیمان بکنیم با پروردگارمان. امیدوارم الله سبحانه و تعالی توفیق بده به ما که بندگان موحد و یکتاپرست و دور از شرک باشیم. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که الله رو آنطوری که باید و شاید، آنطوری که شایسته عبادت هست عبادت بکنیم. الله متعال به ما اخلاص نصیب بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.